در اینجا چیزهایی هستند که میتواند در زندگی شما تغییرات بزرگ دیده شود و اگر شما از بالای این چیزها، یعنی از بالای این سخنها شما اگر کار کنید، شما یک شخصی بزرگ، یک شخصی معرفتناک خواهید گشت. و اگر شما تصمیم گرفتید که شما الکی بهتر شدید، شما الکی عوض شدین و شما در آن راه هستین که در شما تغییرات بزرگ دیده می شود. و در اینجا 7 چیزی هست که می تواند زندگی شما را کاملا تغییر و نظارت کند. یکم، این فکرها و اعتقادهای شما. دوم، با دیگران مهربان بودن. سوم، کوشش های شما. چهارم، در جستجوی دانش، در جستجوی علم. پنجم، تشکلیابی شما برای چیزهای داشته‌تان. ششم، شما با دیگران چگونه مناسبت میکنید. هفتم، شما چه خیلی خود را در اطراف میبینید. یکم، یعنی فکرها و اعتقادهای شما. چگونه شما دنیا را میبینید؟ در جهان چگونه زندگی میکنید؟ اگر شما باور کنید که آدما اساسا خوب هستند، شما در حقیقت آدمای خوب را میبینید. اگر شما درباره تمام جهت‌های منفی فکر میکنید و میبینید، در حقیقت چیزهای منفی، چیزهای بدی هم زیادی هستند که فکرهای شما را بسیار جلب میکنه. معنای آنه که شما در حیاتتان همه چیزی را میبینید، نه به همه آن باور کنید، به آن باور کنید که به خود باور دارید. از آن کار میبراید. و اگر شما با این معجزه ها، با این ترقیات ها شما باور داشته باشین، البته شما آینده دارین، چون که شما بهتر و بهترین ها هستین. برای بهتر و بهترین ها شدن البته که باید کوشش کردن در کار. دوم، با دیگران مهربان بودن. مهربانی و همدردی نباید برای یگان منفعت خود باشد. وقتی که شما با دیگران مهربان باشید، آدمان زیاده با شما هم مهربان میشوند. و اگر شما بدی منفی را دیدید، شما البته را با نیکی با آن نگاه کنید. کسانی که با شما بدی میکنند، شما با آنها خوب بکنید، چون که از بدی هیچ کس فایده ندیده است، اما از خوبی بسیار شخصا فایده دیده است. مهربانی و باوری، این یعنی شما را بزرگ، شما را موفق میگرداند. و در حیات بله، شما نمیدونید که کی رنجیده است، کی در عذاب است. و شمایان گاه میبینید گاه نمیبینید که مردمی هستند محتاج هستند به سخنان ما شما. مردمی هستند که ما رو نمیخواهند بشنوند. بله، یک مناسبت خوب، یک مناسبت عادی و مهربان میتواند زندگی کس را دیگر کند. این میتواند حیات کس را نجات دهد. شما هیچگاه نمیدانید که سخنان شما و دیگران چه معنا دارد، یا وقتی که آنها به آن نیاز دارند. آدمان مهربان همیشه از همه دوست داشته ترینند. شما محبت بیشتر میخواهید، شما دوستانی بیشتر میخواهید، شما دوستی خوب شوید. شما مهربانی بیشتر میخواهید، شما مهربانی خوب باشین. دوست دارین دوستان را،
خیانت نکنین، دستگیر یکدیگر باشین، چقدر که میتونین مهربان باشین. و دیگر کوشش های شما این را خطا کردن نمیتوانید، این را دیدن گرفتن نمیتوانید، چون که سعی و کوشش های شما به شما نتیجه ها برابر میدهد. و وقتی که شما کوشش کردین، شما همون قدر منفعت درآمد میگیرین. وقتی که شما کوشش نکردین، خود رو عظمت دادین، این رو فراموش نکنید که یگان وقت شما درآمد یگان کار خوب میگیرین، چون که شما باید کوشش کنین. کوشش کردن در کار برای چیزی خوب گرفتن. میبینی بسیاری شخصان کوشش نمیکنن، با گاو میزنن برای کوشش کردن در کار. و دیگریش این کوشش برای دانش. شما همیشه کوشش کنین یک چیز بیاموزین، وقتی خود را به فایده صرف نکنید، چون که این جهان ترقیات و جهان تکنولوژی است. این جهان تقوا، جهان دروغگویی، جهان جنگ است، جهان خواندن است. وقتی کوشش کردی با آن وارد میشی. ما همچون انسان ها به باید رسیده ایم که حیات پررای خود رو بگیریم. موضوعی رو انتخاب کنید که شما روشنی میکند. یعنی کتاب های رو بخونید، درس های رو گوش کنید، سخن های بزرگان رو گوش اندازید، بس در سمینار ها کوشش کنید، همراه شوید. همان چیزهایی که شما خود رو بهتر حس میکنید و بهتر شوید. هر چیزی که شما رو بهتر حس میکند، شما به آن روید و به آن کوشش کنید. و ششمش، یعنی آن چیزی که شما دارید منتدار باشید. ما در باره منتداری بسیار سخن میگوییم. بهترین استادان روی زمین در باره منتداری بسیار ها سخن میگویند. چرا؟ یگان راهی بهتر کردن روز زندگی خود از نقطه نظر و از منتداری برای چیزی داشتن است. امروز شما چی را قدر کرده میتوانید؟ بزرگی در حیات شما چی است؟ شما به این سوال ها خود جواب پیدا کنید. امروز شما چی را قدر کرده میتوانید؟ بزرگی در حیات شما حالا چیست؟ به این سوال ها. و آخرانش هفتم، شما خود را در اطراف کی دیدن میخواهید؟ در کجا؟ شما با دوستان دوست شوید که در آن دوستی در شما منفعتی است. شما به جای روید که در آنجا به شما منفعتی است. شما وقتی خود را به کار صرف کنید که در آن کار در شما منفعتی هست. هیچگاه وقتی خود را در اطراف به فایده صرف نکن. هیچگاه با شخصان وقتی خود را صرف نکن که آن بیهوده است. با دوستان خوب وقتی خود را صرف بکن. بعد خودت بپرس که من چیکار کنم. البته خود جا بیفته میتوانی. خدا حافظ.